این داستان بر اساس واقعیت می باشد و به دلیل حفظ حریم شخصی از اسامی مستعار استفاده شده است. آخرای کلاسمون بود و همه بچه‌ها هی به استاد میگفتن خسته نباشید تا درس و بیخیال بشه و ولمون کنه. ساعت 7:30 شب شده بود و این کلاس مزخرف آخر دیگه داشت کفرمون رو در می آورد که بالاخره استاد بیخیال شد و گفت خسته نباشید و بعد جمع کردن دم و دستکش از کلاس رفت بیرون. همین که اون رفت بیرون دیدم گوشیم زنگ خورد. برداشتم گوشیمو از تو کیفم و نگاهی به صفحش کردم که دیدم بهرام رلمه. جوابشو دادم که صداش اومد و گفت کلاست تموم شد؟ منم خندیدم و گفتم اولا کو سلامت، دوما تو توی کلاس ما چشم داری؟ اونم خندید و گفت باشه بابا سلام. نه فقط دیگه خیلی دلم تنگ شده، دم در منتظرتم، بودو بیا. منم خندیدم و گفتم باشه الان میام. از کلاس بیرون شدم و به سمت در خروجی از ساختمون دانشگاه رفتم. وارد محوطه دانشگاه شدم و رسیدم به نزدیک در دانشگاه که یهو یکی از همکلاسی‌های سیریشمون که همش تو نخم بود و تا الان چندین بار از هزاران راه مختلف ابراز علاقه کرده بود و من ردش کرده بودم، جلو راه هم سبز شد و گفت سلام مهسا خانم، میشه چند دقیقه حرف بزنیم؟ اخمامو تو هم کردم و گفتم نه خیر بفرمایید از جلو راه هم اونور، دیرم شده. اونم گفت آخه. هنوز همین از دهنش در اومد که یهو بهرام از پشت سرش اومد و یقه‌شو گرفت. از پشت برش گردون سمت خودش و تو صورتش نره زد و گفت اشتباه میکنی مزاحم ناموس مردم میشی مرتی که وقتی میگه برو اونور گورتو گم کن دیگه. پسر از چهره داغ و قرمز و دادی که بهرام زد از ترس به خودش میلرزید و با یه معذرت خواهی بدو کرد و از اونجا دور شد. بهرام با اخم رو به من کرد و گفت بدو تو ماشین زود. منم دیدم اوضاع خیته، سریع خودمو به ماشین رسوندم و سوار شدم. بهرام 28 سالش بود و از من 4 سال بزرگتر بود. ما نزدیک 1 سال بود رل زده بودیم. بهرام رل اولم بود و من قبل از اون با هیچ کس دیگه نبودم. من توی 10 سالگی پدرمو از دست داده بودم. به خاطر همین با مادرم زندگی می‌کردم و تا نزدیک 19-20 سالگی به خاطر اینکه مادرم هیچی از محبت برام کم نمیذاش به جنس مخالف گرایشی پیدا نکردم. ولی وقتی سنم بیشتر شد هم بدنم به جنس مخالف گرایش پیدا کرد، هم روحم محبتی از طرف یه مرد رو میخواست. به خاطر همین از اون سن دنبال یه کیس مناسب بودم تا باهاش رابطه برقرار کنم. تا سال پیش که بهرامو پیدا کردم. پسرای قبل اون همه یا به خاطر پول به آدم نزدیک میشدن یا رابطه جنسی، ولی من میخواستم در کنار رابطه محبتم باشه. به خاطر همین صبر کردم تا وقتی که با بهرام داخل یکی از مهمونایی که دوستای مادرم میگرفتن آشنا شدم. بدون اینکه مادرم بفهمه شماره‌ای رد و بدل شد و از اون موقع تا حالا با هم رابطه داریم. بهرام یه پسر قد بلند ورزشکاریه که چشمای سبزش دل همه رو میبره و پوست سفیدی هم داره با موهای بور. کلاً خیلی شبیه بازیگرای فیلم ترکیه‌ایه. البته که منم از اون کم نداشتم. هم قدم بلند بود، هم به لطف بدنسازی اندام خوبی داشتم. چهرم هم دلنشین و بیبی فیس بود. چشمای تیله‌ای مشکی با موهایی که تا گودی کمرم میرسید و لبای قلوه‌ای و دماغی که به لطف یه عمل کوچیک خوشگل‌تر نشونم میداد. تو همین فکرها و مقایسه خودم با بهرام بودم که در ماشین باز شد و بهرام سوار ماشین شد. یه چشم قره‌ای به من رفت و بعد ماشین رو روشن کرد و به راه افتاد. سکوت سنگینی تو ماشین بود. حتی ضبط هم روشن نمی کرد. منم نمیدونستم کجا داره میره. به خاطر همین پرسیدم بهرام کجا داریم میریم؟ از زیر چشمش نگاهی انداخت و جواب نداد. دوباره سوالمو تکرار کردم و بازم جواب نداد. دیگه کفری شدم و یه جیغ فرابنفش کشیدم و گفتم خب به من چه که اون هی دنبالمه؟ مگه مقصر این که بقیه از من خوششون میاد منم؟ با این کارم برگشت سمتم و نگاهی با عصبانیت انداخت و گفت نه مقصر تو نیستی، ولی میتونی جوری رفتار کنی که گورشو گم کنه. منم دستامو به سینم زدم و گفتم من هر کاری لازم بوده رو کردم. اون خودش آدم بیشوری و نمیفهمه، به من چه؟ حالا که شما لطف کردین کاری کردین که دیگه دور و برم پیداش نمیشه.
دستتونم درد نکنه. حالا همین کنار نگه دارین، من میخوام برم خونمون. ببخشین که اذیت شدین و مزاحمتون شدم. با این رفتارم بهرام یهو در اوج عصبانیت زد زیر خنده و گفت آخه تو این همه نمکو از کجا آوردی توله؟ باشه بابا قهر نکن. ببین برای چی خریدم. از زیر چشم نگاه کردم که دیدم یه شیشه نوتلا از صندلیای عقب برداشت و تو دستش گرفت و تکونش داد. با دیدن نوتلا نتونستم خودم رو کنترل کنم. برگشتم و گفتم وای مرسی بدش بهم. اونم شیشه رو کشید عقب و گفت نو شرط داره. گفتم چه شرطی؟ اونم شیشه نوتلا رو گذاشت بین پاشو و با دستش به لپش زد و منظورش این بود که بوسم کن. منم رفتم سمتش و لپش رو بوس کردم. بعد شیشه نوتلا رو از بین پاش برداشتم و سر جام نشستم. سر شیشه رو باز کردم و مونده بودم باید چطوری بخورم. فکر کثیفی به سرم زد و انگشتم رو بالا آوردم تا حمله ورشم بهش که یهو بهرام گفت ای نکن دختری چندش، قاشق تو داشبورده. من با این حرکتش که شبیه دخترها حرف زدم زیر خنده و گفتم باشه بهرام خانوم. اونم هرسش گرفت و دستی که آزاد بود و آورد سمت پام و هی از رونم نیشگون میگرفت. من هرچی سعی میکردم دستشو پس بزنم نمیشد تا اینکه اشکمو در آورد و بالاخره ول کرد. با صدای جیغ جیغو رو کردم سمتش و گفتم خب الان کبود میشه. گفت خب بشه، کسی غیر من که اونجا رو نمیبینه. منم دیگه جوابی بهش ندادم و نشستم سر جام و مشغول خوردن نوتلا شدم. سرم پایین بود و نمیفهمیدم کجا میریم که یهو ماشین وایستاد. سرمو بالا آوردم و نگاه کردم که دیدم جلوی رستورانی که من عاشقشم وایستادیم. از ذوق نمیدونستم چی کار کنم. پریدم بغل بهرام و هی صورتشو بوس میکردم و میگفتم مرسی مرسی بهرام. اونم دیگه از بس صورتش توفی شد گفت باشه پیاده شو. بعد منم جدا شدم ازش و با هم پیاده شدیم و به سمت در رستوران رفتیم. وقتی خواستم در رو باز کنم بهرام دستشو گذاشت رو چشمام و تو گوشم گفت من مراقبتم، فقط را بیا. منم که از ذوق داشتم میترکیدم و فوزولیم گل کرده بود که بفهمم چه خبره. چند قدمی رفتیم و انگار وارد رستوران شدیم که بهرام دستشو از رو چشمام برداشت و گفت چشماتو باز کن. وقتی چشمامو باز کردم دیدم یه میز وسط رستوران گذاشته شده و دور و برش پر از گلای رز سفید پرپر شده است و از سقف بادکنکای آویزونه که شکل حروفای انگلیسی و کنار هم میشه تولدت مبارک. با دیدنشون از ذوق شروع کردم جیغ زدن. من اصلا تولدم و یادم رفته بود، ولی بهرام یادش بود. حالا اینطوری سورپرایزم کرده بود. پریدم بغلش و گفتم چقدر خوشحالم که دارمت، واقعا ممنونم. اونم توی گوشم گفت قابل پرنسسی به زیبایی تو رو نداره. تولدت مبارک عزیزم. منم برای تشکر ازش لبام رو لباش گذاشتم و بعد یه بوسه طولانی از هم جدا شدیم و به سمت میز رفتیم. اون شب یه شب آروم و رمانتیک و عالی برای من و بهرام بود و البته که غیر اون همه سورپرایز بهرام به عنوان کادو هم یه سرویس طلا بهم داد. و بعد از اینکه شاممون داخل رستوران تموم شد از رستوران در اومدیم و به سمت ماشین رفتیم. وقتی تو ماشین نشستیم بهرام شروع به اصرار کرد که به مادرت زنگ بزن و بگو امشب خونه نمیری. ولی من مخالفت میکردم و میگفتم نه، شب باید پیشش باشم، خوب نیست تنها باشه. که آخر بهرام کوتاه اومد و موافقت کرد. ولی وقتی ماشین رو روشن کرد و به راه افتاد دیدم داره به سمت بیرون شهر میره. هرچی ازش میپرسیدم کجا میری فقط لبخند میزد. هیچی نمیگفت. تا اینکه رسیدیم به ویلایی که بیرون شهر داشتن. گفتم چرا اومدیم اینجا بهرام؟ اونم بدون جواب دادن از ماشین پیاده شد و ماشینو دور زد و اومد سمت من. تنشو آورد تو ماشین و دستاشو برد زیر پاهام و کمرم. منو بغل کرد و از ماشین بیرون برد. هی میخندیدم و جیغ میزدم و میگفتم بذارم زمین، دیوونه شدی؟ اونم با رفتاره من خنده شیطانیشو بیشتر میکرد تا اینکه بالاخره کم آورد و سرشو کرد تو گوشم و گفت ما این همه شما رو سورپرایز کردیم، شما نمیخوای یه تشکر درست حسابی بکنی؟ اینو که گفت حساب کار دستم اومد و زدم زیر خنده. اونم خندش بیشتر شد. با هم وارد ویلا شدیم و به سمت یکی از اتاقا رفتیم.
وارد اتاق شدیم و بهرام منو انداخت رو تخت و خودش هم افتاد روم. تو همون حالت پیرهنشو در آورد و بهم نزدیکتر شد که وقتی تن داغش با هم برخورد کرد منم داغتر کرد. مردونگی برجستش هی به رونام میخورد و بهم میفهموند که صبر بهرام سر اومده و خیلی تا الان خودشو کنترل کرده. به خاطر همین منم دیدم که خیلی داره تحمل میکنه. با یه بوسه به لباش مهر شروع کارو زدم و با این کار بهرام با ولع زیادی به تنم حمله ور شد و بعد از نزدیکی 1.5 ساعت که دیگه نایی برای هیچ کدوممون باقی نمونده بود، از تنم دل کند و کنارم پهن تخت شد. هر دومون نفس میزدیم و لبخندایی با طعم آرامش تمام روی لبامون بود. تقریباً 20 دقیقه تو همین حالت تو بغل هم بودیم که بعد به خاطر اینکه دیر به خونه نرسم بلند شدیم و آماده شدیم و از ویلا زدیم بیرون. سوار ماشین شدیم و به سمت خونه ما به راه افتادیم. بهرام منو در خونه پیاده کرد و بعد خدافزی خودشم برگشت به خونه‌شون. درو باز کردم و وارد خونه شدم که دیدم همه برقا خاموشه. به سمت اتاق مامان رفتم که دیدم گیج خوابه. به خاطر همین بی سر و صدا لباسامو در آوردم و رفتم یه دوش گرفتم. بعد برگشتم اتاقم و بعد پوشیدن لباس روی تختم ولو شدم و به یه خواب عمیق رفتم. نزدیک 1 هفته از اون روز گذشت. از روز بعد اون روز مامانم رفتارای مشکوک خاصی داشت که نمیفهمیدم دلیلش چیه. بعد از ظهر از خونه بیرون میشد و شبا دیر میومد. من حس میکردم با کسی وارد رابطه شده و از این موضوع خب به طبع خوشحال بودم، چون نزدیک 14 سال به خاطر من صبر کرده بود و جوونیشو پام گذاشته بود. بعد از فوت پدرم تن به رابطه‌ای نداده بود. حالا که همچین حسی داشتم خب خوشحال بودم، چون میفهمیدم به هر حال اونم نیاز داره به محبت و هر چیز دیگه‌ای. این موضوع همینطوری ادامه داشت تا اینکه یه روز من دانشگاه بودم و تا ساعت 8 کلاس داشتم و اینو به مادرم گفته بودم که دیر میام. ولی وقتی رفتم دانشگاه کلاس آخرمون کنسل شد. به خاطر همین میتونستم زودتر برگردم خونه. از دانشگاه بیرون شدم و یه تاکسی گرفتم و به سمت خونه رفتم. بعد از نیم ساعتی به خونه رسیدم و بعد حساب کرایه تاکسی پیاده شدم. در خونه رو باز کردم و وارد شدم که شنیدم از توی اتاق مادرم صدای آه و ناله میاد. اول میخواستم برگردم و بذارم راحت باشه، ولی یهو چشمم به جا کفشی افتاد و دیدم کفشایی عین کفشای بهرام روی جا کفشیه. به دلم شک بدی افتاد، طوری که نتونستم خودم رو کنترل کنم. کفشامو در آوردم و به سمت اتاق مامانم رفتم. از لای در که نیمه باز بود به داخل اتاق نگاه کردم. دیدم مامانم روی تخت دراز کشیده است و سر بهرام لای پاهای مادرمه و صدای آه و ناله مادرم کل اتاق و خونه رو برداشته. با دیدن اون صحنه احساس خورد شدن و داغون شدن داشتم. نمیدونستم باید چی کار کنم. اشکام بی اختیار از روی گونه‌هام پایین میریخت. ولی با خودم گفتم نمیشه بذارم اینطوری جلوی چشمم با هم حال کنن. دستم روی در گذاشتم و در رو هل دادم. در با صدایی که از لوله‌هاش اومد باز شد و با اون صدا هر دوشون برگشتن سمت در و منو دم در دیدن. هر دوشون با دیدنم شوکه شده بودن و هیچ عکس العملی نمیتونستن نشون بدن. منم هیچ عملی نمیتونستم انجام بدم. فقط سمت بهرام نگاه کردم و گفتم خیلی نامردی. بعد به سرعت برگشتم و وارد اتاق خودم شدم و در رو قفل کردم. خودم رو روی تخت انداختم و زدم زیر گریه. به خدا گلایه کردم که چرا باید منی که محبت واقعی از سمت یه مرد رو تجربه نکرده بودم و حالا حس می‌کردم خوشبختم و اون محبت رو به دست آوردم این اتفاق برام میافتاد. دلم واقعا گرفته بود و نمیدونستم باید چطوری حال خودم رو خوب کنم و بتونم تیکه‌ای شکستم و جمع کنم. چند دقیقه تو همون حالت بودم که بعد صدای در زدن اومد. صدای مامانم اومد که اسممو میگفت، ولی من هیچ اهمیتی ندادم و اونم بعد اینکه 2-3 دقیقه پشت در منتظر بود رفت. منم با همون حالت که هنوز لباسای بیرون تنم بود از خستگی و شدت گریه خوابم برد. بعد اون روز تا 2-3 روز که وقتی مادرمو میدیدم سعی میکردم باهاش چشم تو چشم نشم، ولی اون روز 2-3 روز که گذشت نمیدونم چی باعث شده بود که مادرم انقدر گستاخ بشه
که وقتی من حضور داشتم تو خونه و میدونست که صداشو میشنوم زنگ میزد و با بهرام مشغول صحبت میشد یا قرار میذاشتن و با هم میرفتن بیرون. این اتفاقاتی که داشت میافتاد و درک نکردم تا اینکه یه روز که از باشگاه برگشتم خونه دوباره دیدم صدای آه و ناله از اتاق میاد. کفشای بهرامم روی جا کفشیه. از این اوضاع خسته شده بودم ولی حتی دلم نمیخواست با بهرام چشم تو چشم بشم. به خاطر همین بیخیال وارد اتاق شدم و در رو بستم که از صدای بستن در متوجه برگشتنم به خونه شدن. لباسای بیرونم رو در آوردم و هنوز با 2 تیکه لباس سیر وسط اتاق توی کشو دنبال لباس میگشتم که یهو در باز شد و بهرام در حالی که مادرم بغلش بود بدون هیچ لباسی اومدن توی اتاقم. از دیدن اون صحنه تعجب کردم و گفتم دارین چی کار میکنین؟ دیوونه شدین؟ بعد این حرفم بهرام رفت سمت تختم و مادرم روی تخت گذاشت. بعد اومد سمت من و بغلم کرد و سرشو برد تو گردنم و گفت دلم برای عطر تن تو دیدن بدن خوشگلت تنگ شده بود طوله. من سعی میکردم مقاومت کنم و با دست پسش بزنم ولی تلاشای من در مقابل قدرت بهرام بیفایده بود. با دستاش با همه بدنم ور میرفت و نفسای داغش رو روی گردنم و قفسه سینه‌ام پایین می آورد. تن آتیشیشم هی با تنم تو پیچش بود و این دیوونم میکرد. و منی که بعد از رابطه با بهرام به نزدیک شدنای مرتب عادت کرده بودم، حالا که بیشتر از 2 هفته از روز تولدم میگذشت و هیچ ارتباطی نداشتم، الان بدنم داشت مقاومتشو از دست میداد و میل زیادم خودشو بروز میداد. هنوز مقاومت‌های کم خودمو داشتم که بهرام بغلم کرد و به سمت تختم که مادرم روش نشسته بود و داشت با خودش ور میرفت رفتیم. بهرام منو دراز کشوند روی تخت و خودش کنارم دراز کشید. مادرم هم نزدیک شد و طرف دیگم دراز کشید. هر دوشون با دستاشون روی تنم رژه میرفتن و حرکت دستای داغشون داشت آه و نالمو در می آورد. چشمامو که تا اون موقع بسته بودم باز کردم و وقتی اون صحنه که بین مادرم و دوست پسرم بودم و دیدم دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم. مقاومتم تموم شد. خودم رو رها کردم. اونام که دیدن دیگه قرار نیست جلوشون رو بگیرم، هر دوشون با ولع به تنم حمله کردن. هر کدوم یه جوری با هم مشغول شدن. نزدیک 2 ساعت گذشت که هر کدوم بعد از چند بار به اوج رسیدن کنار هم افتادیم و به خواب رفتیم. نمیدونم چقدر بود که خوابیده بودم که با حس نوازش‌های دستی روی تنم بیدار شدم. دیدم مادرم کنارم خوابیده و داره دستم رو نوازش میکنه. وقتی دیدمش همه اتفاقایی که افتاده بود و یادم اومد. به صورتش لبخندی زدم و گفتم خیلی بد گولم زدین. مامانم با این جملم زد زیر خنده و گفت تو خودت بعد فوت پدرت باید میفهمیدی که من چقدر دلم میخواد با همدیگه این نزدیکی رو تجربه کنیم. ولی وقتی دیدم نمیفهمی، به خاطر همین قبل از اون مهمونی من به طور تصادفی با بهرام آشنا شدم و ازش خواستم اول اون خودشو بهت نزدیک کنه و مختو بزنه و بعد از اینکه کامل دیوونش شدی من خودمو وارد بازی کنم. ولی خب شانس با همون یار نبود و تو اون روز اومدی و زودتر از چیزی که ما انتظار داشتیم متوجه این موضوع شدی. ما هم خب نمیدونستیم در اون لحظه باید چه واکنشی نشون بدیم. به خاطر همین گذاشتیم این مدت بگذره و یکم باش کنار بیای. بعد اینطوری بیاییم و حالتو جا بیاریم. حالا نظرت چیه؟ دوست داری ادامش بدیم؟ من از این که از زبون مادرم میشنیدم که برام نقشه کشیده تا باش ارتباط داشته باشم، از تعجب داشتم شاخ در می آوردم. ولی وقتی یکم فکر کردم دیدم من خیلی زودتر باید از توی رفتارش متوجه می شدم که اینو میخواد. آخه درست 1 سال بعد از فوت پدرم خیلی وقتا که من میرفتم حموم، با اینکه بزرگم بودم مامانم خودشو با هم همراه میکرد و میگفت اب نداره، مادر دختر به هم محرمن. یا وقتایی که با هم استخری جایی میرفتیم تو آب هی دست یا پاشو به بدنم میزد و بعد عذرخواهی میکرد و میگفت ببخشید حواسم نبود. تو همین فکرها غرق شده بودم که یهو مامانم سرشو برد تو گردنم و گفت من از شما جواب خواستم با این کارش چشمام خمار شد و گفتم آخه چی بهتر از این که با تو باشم مامان؟ و چی از این عالی تر که کنار هم با یه مرد دیگه، شایدم 2 تا مرد دیگه حال کنیم. مامانم با شنیدن این حرف سرشو بالا آورد و یه خنده شیطانی به لب نشوند و گفت این دختره که من بزرگ کردم. بعد به هم نزدیک شد و محکم توی بغلش گرفت منو. بعد از اون روز رابطه من و مامانم خیلی بهتر از قبل شد.
هر روز داغ‌تر از قبل می شدیم. من دوباره برگشتم با بهرام و بهرام تا 3-4 ماه مهمون همیشگی خونه ما بود و هر اتفاقی رو با هم همراه مامانم تجربه کردیم تا اینکه بهرام کارای مهاجرتشو کرد و از ایران رفت. حالا تو اون تایم من مونده بودم و مامانم که باید چیکار کنیم تا دوباره بتونیم اون لذت‌ها رو تجربه کنیم که از شانس خوبم توی یکی از همون روزا یکی از دوستای مامانم ما رو به یه مهمونی دعوت کرد و ما اونجا با 2 برادر آشنا شدیم. اوایل که یه رابطه ساده باشون برقرار کردیم، ولی بعدش کم کم هم مامانم هم من اونا رو توجیه کردیم که چی میخوایم. اونا هم با کله موافقت کردن و 2-3 روز بعدش اولین قرار رو توی ویلا گذاشتیم. من و مامانم وارد اولین رابطه 4 نفرمون شدیم و این اتفاق شد شروع لذت‌های مداوم من و مامانم کنار هم و هنوزم که هنوزه از کنار هم ارتباط داشتن لذت میبریم و این لذت رو با هیچ چی عوضش نمی‌کنیم. منم اولش عین شما متعجب بودم، ولی الان برام عادی شده. میدونم عجیبه، ولی تو جای من بودی چی کار میکردی؟ حتما توی کامنت ها بهم بگو.